هر دو را ما تا این لحظه تماشا کردیم. علام‌افروز عبدالرحمنов برادر سرمربی منتخب جودوی کشور محمد مراد عبدالرحمنов. اگر باز هم از این پیشتر توجه کنیم، والدین نفر حسین عبدالرحمنов که در زمان اتحاد شوروی همچون پهلوانان نامور و شهرتیار در تاجیکستان به حساب می رفتند. جنگی خان دولتov هم سلاله و برادران ان همین افرادند که در تاجیکستان خیلی شهرت خاصه دارند. سهراب رحیمov شفافیت کار امروزه داوران البته بسیار به نظر می رسد. در حقیقت هم باید چنین باشد. نفر سزاوار را ما باید دریابیم. حق نظر وزاری واقعا هم اگر این حالت به تخت پشت حریف را نگاه دارد 10 ثانیه دیگر کافی است. کافی است. و اکنون ببینیم که نوکک این لحظه همچون آغاز گردید، اما کاری کارگردان های عزیزی ما اندکی دیرتر شده این جریان باز هم در برطرف کردن موازی ندنده که حالت دیگره که مورد توجه بود و واقعا هم جالب. در حقیقت هر دو هم تلاش و مبارزه جالب رو منظور ما کردن و واقعا هم حق نظر از دقیقه اول آماده بودن خود رو در میدان امروزه خیلی خوب نشان داده توانست. کمربند رو درست میکند، ترتیب معینه که در ادامه نیروسنجی ها البته باز پهلوانان همان برابری رو اینجا احساس کنند. حق نظر و پهلوانی خلعت سفیداشد در دور اول ترسنبک شریپوف رو مغلوب کرد. بعدا هم پهلوان دیگر دوشنبه مقصد زادوف رو هم دچار شکست نمود. حق نظر با همراز رجبوف هم دست بالا شد. بعدا سید مختار رسولوف رو در واخوری نیمه نهایی حق نظر مغلوب کرد و این سبقت پنجم پهلوان شهر حصار است که برای مدال طلا الان مبارزه برده ایستاده است. و در خصوص اشتراک عبدالرحمنov علام‌افروز حلاوت شایف را علام‌افروز در دور اول مغلوب کرد، پهلوان سوخت را. بعدا عبدالرحمنov هم با رحمت الله پهلوان کولاب شهر دست بالا شد. علام‌افروز در دور سیوم رسول سیدوف را مغلوب کرد. در واخوری چهارم خود در سبقت نیمه نهایی امیر حمزه اسلاموف را هم مغلوب نمود و این پهلوان هم حالا برای غلبه پنجمش در میدان امروزه و مدال طلایی وزن تا 81 کیلو مبارزه برده ایستاده است. باز هم پهلوان یک طرفه داشت. حق نظر نظرov شیدو گرفت. هر دو هم دو شیدایی دارند، اما حق نظر پرتافتش امتیازی خیلی ارزنده بود. وزاری ایپون است. بسیار هم امکانیت خوب، بسیار هم حق نظر با دلپوری و با افضلی بیشتر در میدان امروزه غلبه به دست آورد و دو پرتافتش هم وزاری به گوهر گذاری گردید و عنوان چمپیون جمهوری تاجیکستان رو این پهلوان به دست آورد. استعدادش فوق‌العاده است، مهارتش خیلی خوب است، اما صیقل میخواهد و چون در خصوص اون ابرمردانی که بیشتر هنر این ورزشگر را تکمیل میدهند البته میسازد گفت که محمد شریف علیوف این هم سابق پهلوان محبوب شهر حصار، سنت الله و اعظم رسولوف ها باید در تمرین و باز هم مشق‌های دسته جمعانه بیرون از تاجیکستان شرایط را فراهم آورند که این چهره هنرش را صیقل دهد و در آینده ما اطمینان داریم که در وزن 81 کیلو یکی از بهترین ها خواهد شد و برای معرفی جودوی تاجیک فرد محسوب می یابد که در آینده البته